در رسانه‌های خارجی بازتاب داشت. شبکه تلویزیونی الجزیره ضمن پوشش شادی تماشاگران ایرانی عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان را فوق‌العاده توصیف کرد. تحقق المنتخب الایرانی فوزا. شاهد شادی، خوشحالی و جشن تماشاگران ایرانی در ورزشگاه احمد بن علی هستیم. کار بازیکنان ایرانی فوق‌العاده بود. خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN هم شانس تیم ایران برای صعود به مرحله بعد را بالا دانست. عملکرد تیم ایران شگفت انگیز و فوق‌العاده بود. این پیروزی دل مردم ایران را شاد کرد. خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین هم که در استادیوم حضور داشت، عملکرد تیم ایران را شگفت‌انگیز توصیف کرد. فان الامور بصراحه كانت خیالیه. عملکرد تیم ایران شگفت‌انگیز و فوق‌العاده بود. این پیروزی دل مردم ایران را شاد کرد. نشریه انگلیسی گاردین هم ضمن پوشش خوشحالی تماشاگران ایرانی، شادی مردم ایران را وصف ناپذیر توصیف کرد. خبرنگار شبکه تلویزیونی اسای نیوز هم بازی تیم ایران را هیجان انگیز توصیف کرد. لم يكن احد يتوقع ان بازی هیجان انگیزی بود و ما فکرش رو نمی‌کردیم این نتیجه رقم بخوره. شبکه سلطنتی BBC عربی هم که ناراحت از این پیروزی ایران بود، اعتراف کرد ایران شایسته این پیروزی بود. ایران حملات زیادی روی دروازه ولز داشت و شایسته این پیروزی بود. تماشاگران ایران پرشور بودند. محمد السودانی نخست وزیر عراق، عمار الحکیم رئیس ائتلاف احزاب ملی عراق پیروزی تیم فوتبال ایران را تبریک گفتند و برای این تیم آرزوی موفقیت کردند. امیر قطر هم که در هنگام بازی تیم ملی ایران در مقابل ولز در ورزشگاه حضور داشت، در شادی هواداران تیم ملی ایران شریک شد و به تشویق تیم ملی ایران پرداخت. ده‌ها کاربر عرب فضای مجازی هم پیروزی تیم ملی ایران در برابر ولز را تبریک گفتند. یکی از این کاربران نوشت: ایران اسلامی با 2 پهپاد شاهد 136 قلعه ولز را در هم کوبید. شبکه تلویزیونی العربیه عربستان سعودی هم که انتظار این پیروزی را نداشت گفت: ما خیلی غافلگیر شدیم. فکرشو هم نمی‌کردیم ایران اینطوری بازی کنه. بازی روز گذشته ملی پوشان کشورمان سوای این که موجب خوشحالی، غافلگیری و حتی ناراحتی برخی از رسانه‌های خارجی شد، نشان از اتحاد و همدلی یک تیم است که توانست دل یک ملت را خوشحال کند.